بدعت آیا حسنه می شود؟ نه، قول صحیح بدعت خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ضلالت است. بعضی آدم ها بعضی چیزهایی که بدعت نیست بدعت میگن و بعد میگن که این حسنه میگن. آخه بدعت نیست. بدعت در مسئله های دینی میشد، نه در مسئله های دنیوی. ماشین و تلفن و همین چیزها هم بدعت است. این چیزا بدعت نیست. بدعت نوآوری در دین، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در عبادات، در معاملات نه. یعنی مثلا همین جامعه، دانشگاه ها ساعت 8 سحر سر میشد، ساعت 1:12 تمام میشد. صحابه ها با همین گونه درس میخواندن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه سپتامبر شروع ساعت 8 سحر ساعت نبود اون زمانه. ساعت 8 سحر درس بود، 5 ساعت دانشگاه، ساعت 1 تمام میشد. همین خیلی بود. نبود. خب مادامی که نبود حاضر پیدا شد، این بدعت است؟ نه، این بدعت نیست. بدعت فقط در عبادات. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی در دین ما یه چیزی رو پیدا کنند که او در دین نیست، او به خودش رد است. فهمو؟ برای همین بعضی آدم ها قیاس میکنند که همین لباسی که داری یا اینترنت نبود در زمان پیامبر صلی الله علیه و اینترنت هم بدعت است. خیلی گپا نیست برادر عزیز. فقط در عبادت. یعنی اصلا عبادت حرام است. اصلا از پیش خودتان نگاه عبادت پیدا نمیکنید تا مادامی که قرآن امر کرده باشد به همین نوع عبادت، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده باشد. از پیش خودتان نمیاد که بیا همین ماه رمضان ماه مقدس و مبارک است، ساعت 11 و یکتی دیگه بینی بامداد و پیشین بسیار وقتی دراز، یکتی دیگه نماز پیدا کنیم، 5 وقت نمی 6 وقت کنیم، یا نماز فرض دیگر حتمی. این بدعت است.